ساعت با وقتی پراگ رسو 15 است و برنامه اخباری آزادی تقدیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز. نخست با سرخط موضوعهای شما را آشنا می‌کنیم که امروز 19 سپتامبر اطرافشان صحبت خواهیم داشت. بعد انتقال دو جسد به تاجیکستان، حکومت نوحه اشکوشیم ولایت مختار کوهستانی بدخشان به ساکنان هشدار داد که در جنگ‌های خارجی اشتراک نکنند. از روسیه اخراج شدند، اکنون در وطن انگور میچینند. مقامات تاجیک میگویند مهاجران دیپورت شده کارهایی که معاش کم دارد قبول نمیکنند. همین بدگی پیش پدر مادر همیش غنیمت که همه که در اونجا مهنت بکنه همینجا مهنت کنه میشه. و شماره هلاک شده ها از ترکیش دستگاه های ارتباطی در لبنان از 30 نفر هم گذشت. امریکا جانب ها را به آرامی دعوت کرد. مهم این است که همه طرف‌ها از عمل‌هایی که باعث اوج گرفتن این نظام شود خودداری کنند. جسد حداقل دو ساکن نوحه اشکوشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان را ابتدای ماه اوگوست از روسیه به زادگاهشان آوردند. شاهدان از نوحه اشکوشیم تصدیق کردند که آنها در جنگ روسیه ضد اوکراین کشته شدند. یکی از آنها صادق قنبرفی 36 ساله بوده است. شخصیت کشته شده دوم را مقامات محلی آشکار نکردند. حکومت نوحه اشکوشیم با نشر مراجعت نامه از ساکنان و زادگان نوحه که در خارج مهاجر هستند خواسته است در جنگ‌های دولت‌های دوم و سوم همراه نشوند و به زادگاهشان برگردند. داستانی کل تاجیکستان در ماه ایول سال جاری گفت برای اشتراک در جنگ‌های خارجی نسبتی هیچ شهروند تاجیکستان پرونده باز نشده است. این در حالی است که در کشورهای دیگری آسیای مرکزی چند شهروند را برای چنین عمل به جوابگری کشیدند. ماه‌های اخیر با افزایش فشار و محدودیت‌ها در روسیه بازگشت مهاجران تاجیک نیز به وطن زیاد شده است. تنها در ولایت ختلون صدها نفری اخراج شده و یا بازگشته صف بیکاران را در این منطقه بیشتر نمودند. تعدادی هم الکی برای خود مشغولیت یافته و روزیشان را از زمین و تاگزارها پیدا می‌کنند. همکارم طاهری سفر موضوع را ادامه می‌دهد. عبدالرسول جلیلوی 28 ساله ساکن ناحیه وخش در شهر یکاترینبورگ روسیه بیناکار بود. تقریبا 10 روز پیش او را از روسیه راندند. حالا در باغ انگور به کار مشغول است. میچیند و به بازار میبرد. باغی که سالها حاصل خوب هم میداد برای جوان پول کافی نمی آورد، ولی حالا پس از اخراج از روسیه مجبور است که در خانه کار کند و زندگی را تامین نماید. خیر که دیپارتمنت کشیدیم اومدیم دیگه وطن خدمت گفت دیگه ها باغداری میکنیم ها پیش وقت برادران بودند همجا حوض ماده ما خدمیم گفت دیگه پا مهنت زندگی کنی در هر جا هست ای خرسندی ما نرفته بودیم خیلی همینجا هم کار کنی هست حبیب الله شریف 32 ساله نیز چند پیش مهاجر کاری بود. با افزایش فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه به تاجیکستان برگشت. حبیب الله میگوید کار آنها در باغ انگور موسمی است، ولی بهتر از مهاجرت پر از عذاب و اذیت است. به مهاجرت هم نمیشه، با مهاجرت هم نمیشه. وقتی آدمی که مهنت کنه همین جامعه مهنت نکنه اگر اونجا هم برای نمیشه فایدهش. که جای مهاجرت همین که در وطن خودت میجمی یک چی فایده میبینی اون میره از خود میاره از خود با درد غم. همین بدگی پیش پدر مادر همیش غنیمت که همه که در اونجا مهنت بکنه همینجا مهنت کنه میشه. رزق روزی را خدا میتیه همینجا میوی. در این تاگزار تقریبا 10 هکتاری دو مهاجر کار میکنند. یکی از روسیه اخراج شده است، دیگری از عذاب مهاجرت گریخته است. در 7 ماه اخیر 3000 مهاجر از روسیه تنها به ولایت ختلان اخراج شدند. حالا به صف بیکاران پیوستند، ولی نه همشان دهقانی را قبول دارند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند تا مهاجران اخراج شده را با جای کار تامین کنند. اکثر وقت کارها موسمی و در خواجگی‌های کشاورزی است. در ناحیه خراسان مقامات تلاش کردند که مهاجران اخراج شده را به ساحه کشاورزی جلب کنند، ولی چندان موفق نشدند. همین خیلی چیز آموخ شده است. باید جایی که کار کند که اونجا تیاره پول باشد و در یک مدت کوتاه ملانی شود. این نوحه اگراری است، زمین هست، کافی است، لیکن کارکرد زمین و قوه مهنت نمیرسد. همشون قوه کاری در فدراسیون رسید در مهاجرت ملتی. اگر بگردن بیاین زمین ها کار کنند، من خوجگاه رو میدونم که از زمین مبلغ‌های بسیار زیاد میگیرند. مقامات میگویند در ولایت ختلان شماره بیکاران تقریبا 22000 نفر است.
با افزایش بازگشت مهاجران احتمال می رود لشکر بیکاران عظیم‌تر شود. شاید قسمی هم کشاورزی را پیشه کنند ولی گروه دیگر راه‌های نوی ترک وطن و جای کاری بهتر را خواهند جست. گزارش درباره مهاجران بازگشته به تاجیکستان بود. در همین حال فعلا در زندان‌های روسیه نیز شماره زیادی زادگان تاجیکستان نگهداری می‌شوند. با اطلاع برخی از رسانه‌ها و هم مراجعت به رادیو آزادی گویا به محبوسان خارجی در زندان‌های روسیه پیشنهاد شده است که به عریضه درخواست ادامه اجرای جزا در وطنشان امضا گذارند. گفته می‌شود این حالت به گروگانگیری در محبس ولگاگراد ربط دارد و روسیه به خاطر پیشگیری از چنین حادثه‌ها این اقدام را راه اندازی کرده است. به محبوسان گفتند که گویا بین تاجیکستان و روسیه برای انتقال محکوم شده ها صحبت شده است. رادیو آزادی تلاش دارد تا کجا حقیقت داشتن این خبر را معلوم کند و برای شما میرسانیم. در لبنان روز 18 سپتامبر باری دیگر دستگاه‌های ارتباطی ترکیدند. وزارت تندرستی لبنان گفته است که در حادثه نو 20 کس کشته و نزدیک به 500 نفر زخمی شده است. در واقع یک روز پیش از این در ترکیش پیجرها 12 نفر کشته و حدود 3000 کس مجروح شده بود. به گفته مقامات محلی اکثر زخمیان و کشته شده ها عضو حزب الله گروه مسلح هستند که از سوی آمریکا سازمان تروریستی اعلان شده است و در جنگ با اسرائیل قرار دارند. وضع در مرز اسرائیل با لبنان پیچیده شده است و اسرائیل از آغاز دور دوم جنگ خبر داده است. مومن احمدی گزارش می‌دهد. بینندگان عزیز، ما باز به این موضوع برمیگردیم، اما در این فرصت برنامه پرای از صحبت گپ آزاد رو همراه میبینیم که درباره سفر سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان به کابل و ملاقات او با نمایندگان طالبان میباشد. هدف از این سفر چی بود؟ چه عاقبت‌هایی در سیاست‌های تاجیکستان در برابر این گروه تندرو خواهد داشت؟ مهمان برنامه زاکر ارشاد حسین، تحلیلگر مقیم رومانیا و محمد جان کبیرов خبرنگاری مقیم لهستان بودند. افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعد برای انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصارالله که بعضا تحریک طالبانی تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟ ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه، این مسئله و این مورد است. چون که مثلا پاکستان هم همین معضل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار همین معضل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگران تشویق شود برای که همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنه. خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصارالله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چقدر دکتر گفتن کنترل، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان، یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقع بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار انجام بدهد میگه خب اینها که هم پیمان خودشان تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگران خیانت نکنن؟
دوستان عزیز، برنامه گپی آزاد روز شنبه ساعت 14 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در وبسایت رادیو آزادی، همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود. من برنامه اخباری آزادی رو ادامه میدیم. یک خانواده در ولایت ختلان میگوید گزارشی رادیو آزادی برای بازداشت فردی که آنها را فریب داده بود مساعدت کرده است. حرف سر دو جوان نابینا می رود که چند سال این جانب مردی را میجستند که ماشین را از آنها خریده ولی پولشان را نداد. مقامات حفظی حقوق او را در شمال تاجیکستان دستگیر کردند. جزئیات در گزارشی محمود جان رحمتزاده. پلیس شهر خوجند امید کمالوف ساکن 39 ساله ناحیه واسه را بعد از 3 سال جستجو بازداشت کرد. قضیه از آن آغاز یافت که 3 سال پیش امید کمالوف ماشین برادران نابینای خانواده کنجیف ها را خریده ولی 56,000 سومانی آن را نپرداخت. پس از شکایت این خانواده کمالوف تحت پیگرد قرار گرفت. رادیوی آزادی 2 مرتبه درباره فریب خوردن ساکنان نابینای ناحیه همدانی گزارش داده بود. بازداشت امید کمالوف را ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در یک گزارش ویدیویی تصدیق کرد. خانواده کنجایف‌ها از بازداشت امید کمالوف خبر یافتند. میر کنجایف پدر خورشید و ولیجان گفت که شبانه او را از خوجند به همدانی انتقال داده‌اند. او گفت که هنگام انتقال امید تحت نظارت کارمندان پلیس قرار داشت. با گفته کنجایف از امروز سرکرده پرسش و تفتیش آغاز می‌گردد. در امروز صبح محکمش کردن، خبر کردن که در فلان جای رفتن ورداشتن آورده میشن. بعد خلاصه که دین شب ساعت 8 شب آورده محکمش کردن. خانواده کنجایف‌ها در این 3 سال به تمامی ساختارها نامه نوشته‌اند تا که کمالوف را پیدا و مبلغشان را برگردانند. آنها گفتند که گزارش رادیوی آزادی در بازداشت کمالوف کمک کرده است. حالا این خانواده میگوید کمی خوشحالند، اما تا زمانی که پول و حق به حقدار نرسد آنها از دعوایشان دست نخواهند کشید. با گفته آنها 3 سال اخیر در پی جستجوی امید کمالوف و مراجعت به مقامات گذشت. و روز سه‌شنبه افسران پلیس منطقه سموت پراکن تایلند شاهد صحنه دهشتناک زنی 64 ساله در آغوش مار شدند. عملیات نجاتی زن 2 ساعت دوام کرد. زن میگوید هنگام شستن طبق پیاله مار او را از پایش گزیده سپس به اصطلاح سیمخور پیچ کرده است. پیتون که از بزرگترین مارهای روی عالم به شمار می رود سایدش را پیچانیده کاملا فلج می کند. به قول خبرنگار ریترز همسایه ها صدای آه و ناله زن را شنیده پلیس را دعوت کردند. افسران میگویند وقتی آنها به خانه زن وارد میشوند تن زن از فشار مار کبود شده بود ولی او هنوز هم با صدای بلند کمک میخواست. حالا زن به شفاخانه انتقال یافته است. سال 2023 در تایلند 26 نفر بعد از حمله و گزیدن مار به هلاکت رسیدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که دیگر باره برای دریافت این مقام وارد رقابت شده است از احتمال ملاقاتش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی خبر داد. انتظار می رود زلنسکی هفته آینده برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به ایالات متحده برود. ترامپ روز چهارشنبه جزئیات نداد که در گفتگو با زلنسکی کدام مسئله ها را بررسی خواهد کرد. وی پیشتر یاری های کشورش را به کیف تنقید کرده بود. بعضی از رهبران جهان که در ماه‌های اخیر برای نشست و ملاقات با پرزیدنت جو بایدن به آمریکا رفته بودند با دونالد ترامپ نیز گپ زدند. ولادیمیر زلنسکی شومی 18 سپتامبر گفت اوکراین نقشه خود را برای ختم جنگ با روسیه پورا آماده کرده است و مهمتر از همه حالا تصمیم دارد آن را عملی کند. وی در پیام این نقشه را موفق و امنیت دراز مدت را در تمام اروپا ضرور دانسته است. دوستان عزیز، با همین خبر می رویم به پایان برنامه امروز، چون 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا این ثانیه ها ما رو تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب می توانید دسترس کنید. فردا ما باز برنامه داریم و شما رو چون همیشه منتظر خواهیم بود. تا در نوبت خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.